سلام، طاهری سفر هستم و اخبار امروز چهارشنبه 22 فوریه را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم میکنم. در ابتدا عنوان چند از خبر و گزارش‌های برنامه. دادگاه خوجند مدیر یک بانک خرد ولایت سوخت را با گناه از خود کردن پول میزاجانش از آزادی محروم کرد. ظریف علیزاده وکالتدار حقوق بشری تاجیکستان میگوید گزارش عفو بین الملل غرضمندانه است و واقعیت‌های کشور را به نوبت نمیگیرد. ما یاد ندارم که همین تشکیلات کسی را تعریف کرده باشد. در تاجیکستان عملیات نجات مردم از سرما ادامه دارد، ولی تعدادی از آسیب دیدگان اعتراف میکنند که امکان جلوگیری از فلاکت وجود دارد. عصبی که هواپیما نامدگی ما بلیط نبود، سامالیات هست جون نبود، مجبور شدیم که با واسطه این نقلیات بیم. تفصیل خبرها. دادگاه شهر خوجند مدیر یک بانک خرد در ولایت سوخت را با گناه از خود کردن میلیون ها سامانه پول میزاجانش به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. دادگاه روز 22 فوریه گفت محاکمه مدیر بانک مفلس شده همدستی چند پیش برگزار شد و او را برای تقلبکاری و بیشتر از 17 سال زندان محکوم کردند. دادستان ها میگویند سوریا پاچاجانو و مدیر همدستی تقریبا 1 میلیون دلار میزاجان بانک را به منفعت خود استفاده کرده است. ولی سوریا پاچاجانو میگوید بیگناه است و به سبب آنکه قرضداران مؤسسه مالیش نتوانستند پول آنها را برگردانند، او نیز نتوانست پسنداز و پول مشتریان را برگرداند. بانک ملی همدستی را 1 سال پیش به سبب اجرا نکردن عهدهداری در نزد میزاجان برهم داد. مقامات تاجیکستان اظهارات سازمان عفو بین الملل را رد کردند که میگوید در تاجیکستان سال گذشته وضع حقوق انسان بدتر شده است. گزارش سالانه عفو بین الملل درباره حقوق انسان روز 22 فوریه نشر شد و در آن آمده است که در تاجیکستان سرکوب مخالفان زیاد شده است و بعضی‌ها را برای اندیشه‌های سیاسیشان به زندان انداختند. مردان محمد همکاری ما در دوشنبه درباره گزارش با ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسان صحبت کرد و اول درباره به زندان محکوم شدن چند وکیل دفاع در کشور پرسید. مسئله هستند که آنها میزاجای خود فریب کردند، مسئله هستند که آنها به ساختکاری دست زدند و دیگر جنایت‌های مشخص است. اما امروز ما یاد ندارم که همین تشکیلات کسی را تعریف کرده باشد. فقط البته فکرهای انتقادی دارد در بسیار موردها که مثلا خیلی که میگیم با مقصدهای خودشون اینا را استفاده میبرند، اما خیلی که ما میبینیم در سالهای اخیر بسیار آزادی‌های بیان از جمله دیگر مسائل منیم محاکمه‌های همه‌جانبه مسائل هم سیاسی هم دیگر مسائل حیاتی که امروز تاجیکستان ما دارد شده است، نه تنها در داخل تاجیکستان بیرون از مرز تاجیکستان مسائل صورت گرفته است و ما مخصوصا که تشکیلات هستیم که در این مسئله بسیار کار میکنیم، بعضی عموما تحلیل‌ها میگذرانیم، دیده ایستادیم که سال به سال عموما وضع حقوق انسان و فعالناکی خود شهروندان ما در مسئله حفظ حقوق خودشون خیلی زیاد شده است. و سال دیگری همکاری ما درباره به زندان محکوم شدن اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی بود. اون شخصانی که به جوابگری جنایت کشیدن، البته آنها برای جنایت‌های مخصوصی که آنها صادر کردند 40 نفر آدم از حیات محروم شدند. البته این جنایت‌های بسیار وزنینند و شخصانی که اینا رو دستگیری کردن، شخصانی که آنها اشتراکچی بودن از جمله عموما ریاستی عالی حزب نهضت اسلام که در این کار دست داشتن، این چیزا اثبات شدن در سود. من همه اون دلایلی که بودن اونها رو اثبات کردن و البته اون بعضی حادثه‌ای که مثلا بعضی جوانان ممکن باشد، این حادثه‌ای هستند که این حادثه‌ای خودی همون بعضی جوانان ممکن باشد، این یگان سیاست با هم دخل نداره، این یگان چیزی متشکلانه هم نیست و البته بسیار شخصانی که از بیرون این چیزها رو به طور خود تفسیر میتن، خصوصا در شهر ورشو و در دیگر جا، البته اونها مقصدهای سیاسی غرضناک که خود داره، این همه میدونند. و ظریف علیزاده همچنین درباره وضع آزادی سخن در تاجیکستان پرسیدیم که سالهای اخیر بدتر شده است.
من فکر نمیکنم که بدتر شده است، خیلی خوب شده. البته بعضی مسائل اقتصادی هستند، مسائل مالیوی هستند، چند تا واسطه اخبار عمومی مستقل که بودن بعضی آنها از کار موندن. این تنها سببای مالیوی اقتصادی دارد. مصاحبه کامل با ظریف علیزاده و خلاصه گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در وبسایت azadi.org هست. در نتیجه ریزش ترمه در یک روستای دوردست تاجیکستان اعضای 3 خانواده زیر برف ماندند و یک کودک جان داده است. فلاکت در روستای کلب در ناحیه سنگوار طویلدره سابق شب 18 به 19 فوریه به وقوع پیوسته است. مقامات میگویند 17 نفر نجات یافتند و تحقیق وضعی روستا ادامه دارد. در تاجیکستان در 3 هفته اخیر کمش 20 نفر در راههای کشور زیر ترمه جان دادند، ولی چندین نفر دیگر هم زنده از زیر برف بیرون آورده شدند و آنهایی که به گفته خودشان ناچار بودند برای کاری مهم با وجود خطر ترمه سفر کردند و تقریبا هلاک هم شدند. و همکاران ما با یکی از این گونه افراد در دوشنبه صحبت کردند. 17 فوریه ما سحری سفر دا برآمدیم و عصبی که راه گفتن محکم ما شدیم رایکی پیاده و تا مایخوره پیاده آمدیم از تونلی 5 کیلومتر همونجا محکم بود. 18 ساعت 4 ساعت سفری دبی داشتیم، بلیط داشتیم یعنی و برای ما شدیم ما رایکی پیاده تا مایخوره پیاده آمدیم و بچهای ایرست گفتن که اونجا ترمه بینیت کلان غلط دیگه شما رفتن نمیتونین. ما گفتیم ما باید رویم چون ما ساعت 1 الگه رجیستراسیون داریم به سفری دبی و شدیم و یا گوش نکرده رفتیم با دوامش پیاده. ساعت 8 بود تا ساعت 11 شب هم یک جا رسیدیم که هم ترمه فرامدگی دست اونجا اوزیر که دیگه یک کول شدگی ما بالای کمتر کوه کدی برآمده خواستیم که گذریم ویا، لیکن همیشه شد که درونی او افتادیم خطی جرم هر دو ما افتادیم و یک قدر حرکت کردیم برای برآمدن نتونستیم از دیگه بالای برف آب بینیات یخ بود و نیم ساعت قریب در درونی آب بودیم تا حرکت کردیم که همیشه برآمدن و علاقه دست و پایها از کار مونده بودن و من گفتم یاردم کن من بالا برام بعد توی کشاله میکنم و یاردم کرد. من بالا برآمدم یک قدر زور زدم که و جورم کشاله کردن نتونستم و در حقیقت هیچ کس نیست و دو کس شدیم داد زدیم که یاردم کن یگان کس و یکی خدا همیشه شد که یک فر پیدا شد، فری ماشین. ما گفتیم این به نجات ما آمده استن، نمیدونم که چه خیلی اینا پیدا شدن و اینا فکر میکنم که خدا نزدی مافسان چون که اونجا یگان آدم یعنی زنده نبود اونجا که یکی اینا پیدا شدن و اومدن. ما دستمای برداشتیم که کمک کنید یاری دیت گفته پگروشیکای اکی توغون و اکی نصرالله ما گرفتن درونی آب درونی کاوش انداخته گرفته بیاریم برآمدن. گزارش کامل درباره نجات احسان در وبسایت azadi.org هست، اما حالا یک آگهی داریم درباره آنهایی که راههای نجات در شرایط طاقت فرسا را می‌آموزند. در تمرین نظامی سرباز باید آماده باشد که گرسنگیش را با گوشت کژدم و تشنگی را با خون مار بشکند. این تمرین بازی نیست، این آموزش نجات در جنگل است. بانک ملی تاجیکستان میگوید که کم بودن دلار و بالا رفتن قرب دلار بر برابر سامانی تمایل موقتی است. روز 20 فوریه تاجران و احتیاجمندان در دوشنبه شکایت داشتند که نمیتوانند از صرافی‌ها به قدری ضروری دلار بخرند. برات یوسفی همکار ما در دوشنبه وضع را تحقیق کرد. طی روزهای اخیر قیمت دلار در بازارهای تاجیکستان در برابر قرب اسعار ملی به یک بارگی بالا رفته است. از جمله روز گذشته در بازارهای کاروان و سخاوت دوشنبه یک دلار آمریکایی به قیمتی از 8 سومانی و 40 درم تا 8 سومانی و 69 درم سودا میشد. این در حالی است که بانک ملی تاجیکستان نرخ یک دلار را 7 سومانی و 94 درم مقرر نموده است. اما روز دوشنبه در نقطه‌های تبادل اسعار بانک‌ها قیمت یک دلار آمریکایی از قرب رسمی آن چندان بالا نبود.
ما در یک روز از ریاستمون 2000 دلار جدا می شود. با کورس 802 804 می فروشیم تا 2000 دلار. در هر یک شخص تا 300 دلار فروختن اجازه است. پیشتر تا 5000 دلار بود. در یک روز ما اجازه داشتیم که می فروختیم تا 500 دلار. از وقتی که 2000 دلار شده تا 300 دلار در یک شخص فروخته می توان. یک چند روز شد که از واردات دلار کمتر شده، دما کم بیارن. خبری با یکبارگی بالا رفتن قرب دلار را بانک ملی تاجیکستان تایید کرد و دلیل این امر را به نقشه گروه‌های منفعتدار در بازار سیاه ربط داد. اما تحلیلگران بالاروی قرب دلار در برابر سامانی را در آغاز سال نو امری واقعی و منتظره می‌دانند. به قول آنها افزایش سامانی در معاملات پس از بهتر شدن وضع مالی بانک‌ها و ضرورت واردات مال پس از توقف یک ماهه از چین طلبات به دلار آمریکایی در تاجیکستان را به مراتب افزایش داده است. یک چیز پیش بینی شونده بود و انتظار شونده بود که در نتیجه زیاد شدن اسعار ملی و زیاد فعال شدن تاجران برای آغاز کردن فعالیت خود به واردات مشغول شدن با جمهوری تاجیکستان، این عامل ها به سبب آن شد که اسعار خارجی یعنی اساساً دلار یک باره بالا رفت. افزایش قرب دلار در بازار محصولات تاجیکستان زود احساس می شود. اما با گفته تحلیلگران بالاروی قرب دلار رقابت‌پذیری محصولات داخلی را در برابر مواد وارداتی بیشتر می کند. زیرا که مال خارجی قیمت می شود، گران می شود و مال وطنی آنی که با سامانی استحصال کرده می شود اونها رقابت پذیریش بالا می رود. یعنی در مجموع در نظام اقتصادی جهان به قرب کردن اسعار ملی یک تمایل معمولی هست با مقصدی با قوت کردن یا استوار کردن رقابت پذیری مال استحصال کنندگان وطنی است و چون این عامل ها رو ما در خود چین در خود اروپا میبینیم که ما میبینیم خب اسعار یورو هم دارد آهسته آهسته پایان میره و مقصد اساسی هم خب رقابت پذیر و ارزان کردن مال های اروپایی است. گفته می شود که در ماه‌های دکبر، ینور و فوریه به عنوان کمک‌های مالی دولت تاجیکستان به 4 بانک که به مشکل روبرو شده بودند به مقدار 3.8 میلیارد سامانی جدا کرد که بخش عمده آنها به بازار برآمد. مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند که بالا رفتن قرب اسعار خارجی در برابر سامانی یک امر موقتی بوده. در ماه‌های آینده این وضع چون سال گذشته به اعتدال خواهد آمد. زیرا فروش اسعار با قیمت بالا از طریق مبلغ نقدی صورت میگیرد که سهم آن در بازار مالی تاجیکستان تنها 8% را تشکیل میدهد. 92% معاملات در این بازار به طور غیر رسمی در بازار بین بانکی انجام می شود که در آن بانک ملی تاجیکستان نیز در این خرید و فروش شرکت می کند. تخمیلاً 100 سرباز نیروهای پیاده‌گردی بحری آمریکا در جنگل‌های تایلند کورس 10 روزه نجات را از خود می‌کنند. از جمله سربازان باید فرق میان مار زهردار و بی‌زهر را آموخته در حال ضرورت تشنگی را با خون مار بشکنند. تمرین 10 روزه با نام کابرای زرین برای سربازان آمریکایی به تجربه آشنایی واقعی با مارهای عینکدار تبدیل یافت. در بعضی بخش‌های تمرین نجات در جنگل‌های تروپیکی تایلند سربازان برای رها شدن از گرسنگی حتی خون مار را نوشیدند. سرباز جسمین سولانو میگوید هیچگاه گمان نمی‌کرد که در طبیعت اینقدر نوع‌های گوناگونی غذا موجود باشد. در طبیعت رستنی‌های زیاد موجود است که استعمال کردن ممکن است ولی ما درباره آنها اطلاع نداریم. خب ببینید کژدم‌ها را. من اصلا نمی‌دانستم که آنها را خوردن ممکن است. افسر نیروهای بحری تایلند پراریوت پراسرنای 8 سال این جانب به سربازان آمریکایی درسی در شرایط جنگل‌ها جان و سلامت بردن را تعلیم می‌دهد. این تمرین بازی نیست، این آموزش نجات در جنگل است. تمرین‌های مشترک سربازان آمریکایی با متحدین از تایلند، کره جنوبی، مالایزیا، اندونزیا، سنگاپور و کشورهای دیگر 30 سال باز برگزار می‌شود. در چارچوب این تمرین‌ها تعلیم جنگ و عملیات بشری نیز آموخته می‌شود. و گزارش و اخبار جالب و بیشتر را میتونید در وبسایت azadi.org بخونید. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک نیز خبرها را میگذاریم. صفحه ما رادیو آزادی نام دارد و اگر ویدیوی بیشتر میخواهید ببینید پس سر بزنید به کانال آزادی ویدیو در یوتیوب که از رادیو آزادی است.